سرخط خبرها اظهارات ملا یعقوب درباره بازداشت و کشته شدن ده‌ها شهروند تاجیکستان در افغانستان، زمین لرزه شدید در ژاپن و اعلان خطر سونامی و ده‌ها دادرسی آینده در تاجیکستان از دیکتاند بهای دو گرفتند. سلام بیننده های عزیز، آرزو داریم که روزی خوبی داشته باشید. نوید بامدادی را با خبر و گزارش های نو از تاجیکستان و جهان تقدیم میکنیم. امروز 2 ینوری سال 2024 است. یک منصبدار بلندپایه حکومت طالبان ادعا کرد که در حمله های 2 سال اخیر در افغانستان از همه بیشتر شهروندان تاجیکستان و پاکستان دست داشتند. ملا یعقوب سرپرستی وزارت دفاع طالبان روز 31 دکبر در نشست در کابل گفت به همین دلیل ده‌ها شهروند تاجیکستان در افغانستان کشته و یا بازداشت شدند، اما آماری دقیق نآورد. واکنش جانب تاجیکستان به این اظهارات هنوز دسترس نیست. مقامات در گذشته برعکس گفته بودند که بعد به قدرت رسیدن طالبان قاچاق مواد مخدر و کوشش گذشتن جنگجویان از خاک افغانستان بیشتر شده است. از جمله پرزیدنت تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 گفته بود که از دو کوشش رخ نکردن مرز و نقشه حمله های تروریستی از طرف جنگجویان انصارالله در دوشنبه پیشگیری کردند. وزیر دفاع طالبان به این مسئله نپرداخت، ولی از مسئولین حکومت در تاجیکستان و پاکستان خواست از گذشتن تفنگداران به افغانستان پیشگیری کنند. مقامات ژاپن پس از چند زمین لرزه شدید که قوه یکی از آنها به 7.6 درجه می رسید، از احتمال سر زدن سونامی هشدار داد. حادثه روز 1 ینور روی داد. در ولادیوستوک و خباروفسک روسیه و جزیره ساخالین نیز خطر سونامی اعلان شده. سروزیر ژاپن از اهالی منطقه زیر خطر خواست که هرچی زود به جای امن بروند. خبرگزاری رویترز نوشت که 36,000 خانه به برق مانده. سال 2011 در ژاپن زمین لرزه سخت و سونامی روی داده باعث به صدمه در نیروگاه هسته‌ای شد. در این فاجعه تقریباً 20,000 کس جان باخته و به نام و نشان شدند. 10 داوطلب برای دادرس شدن در دادگاه‌های تاجیکستان از سنجش املا یا دیکتاند بهای 2 گرفتند. سنجش در میان 143 نفر گذرانده شده است که خواهان گرفتن وظیفه کارآموز سودیا هستند. نتیجه سنجش را تورنامه دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روز 14 دکبر سال 2023 نشر کردند. معلومات دیرتر در سامانه دادگاه عالی دستنوارس شد. در سنجش املا یا دیکتاند اساساً آنها اشتراک کردند که در دادگاه‌ها به حیث کاتب، یاور و یا اجراگر کار کردنی هستند. معلوم نیست سنجش کی و از طرف کدام نهاد گرفته شده است. باری اول نیست که داوطلبان کار در نظام دادگاهی در تاجیکستان از دیکتاند بهای 2 میگیرند. سال 2016 در یک سنجش املا از 67 داوطلب وظیفه ها در ساختارهای دادگاهی 27 نفر بهای 2 گرفته بودند. هفته قبل از خودکشی یک ساکن 21 ساله در شهر دوشنبه پیشگیری کردند. ریاست کارهای داخلی پایتخت گفت که زنی جوان میخواست خود را از آشیانه هفتم به زمین پرتاید. یک دیگر نافهمی بین او، والدین و همسر سابقش سبب چنین رفتار شرح داده شد. در یک ماه اخیر این کوشش دوم خودکشی زنان و دختران است که رسانه‌ای می‌گردد. چرا جنس لطیف در تاجیکستان به این عمل دست میزنند و راه حل کدام است؟ همکاران ما پاسخی چند از ساکنان را پرسیدند که حالا نوا را یک جای می‌بینیم. این بسیارتر از مشکل‌های زندگی، یعنی که علاقه به یک جای میرسدن مشکلی زندگیشون برای همین به همین کار دست میزنن. به فکر من این کار خوب نیست. خوبش این کار رو نکنن. برای با مشکلی مبارزه بودن از همه بهترش با مشکلی روبرو شدن است. با خودکشی کردن آدم از مشکلی خلاص نمی شود. شاید از مشکلی این دنیا خلاص شود، ولی از مشکلی آن دنیا خلاص شده نمیتواند. برای همین من خیلی فکر دارم که بسیارتر یعنی که بی‌طاقتی میکنن، بی‌صبری میکنن، بسیارتر از مشکلی. یعنی که با فکر شما چی کارها باید کنن که همین حالت خودکشی کم شود یا از بین رود؟ یعنی که بهترش که وقتی که همین فکر خودکشی به سرشون میزنه یک بار نشسته فکر کنن که وقتی که خودکشی میکنن بعد دیگه چی میشود. شاید فرزند دارن، بعد دیگه فرزندش رو کی نگاه میکنن. مثلا وقتی از شوهرشون بسیار جدا میشون فکر میکنن تمام زندگی به انجام رسید، رفته خودشون رو یا میکشن یا که الان چه. این به فکر من خوب نیست. اول باید فکر فرزندش رو کند که بعد که وی میرود فرزند وی رو کی نگاه میکند، کی تربیت میکنه. برای همون باید که یعنی که این کارو نکنن. خوبش زندگی و از بین نفهمید بین اولیوی اذیت شوهرش یکم کم بودی داره طرف خوشتومان شد
بسیارتر از طرفی که تست شوهرشون متیانولی به بالغ نرسیده همین سبب از سبب ممکن زندگی را طرز زندگی را نمیدونم. به فکر نمی خودکشی روی حل هست؟ نه اکید که وابسته کنید باید پدر مادر چهار را ببینم. مقامات چیکار کنند؟ باید مقامات پیشگیری گیره. پیش از آیله دادم باید هر یک آیله را به مناسب خودش آیله دور کنه. صبر فکر دنیا قیمت میکردن میترسیدن حاضر نه باز همین زور شما دست خودشون میروند میکشن چیکار باید کنن دخترها به فکر شما؟ صبر کنن طاقت کنن میگن از صبر کردن قوره حل نمیشه و این بچه جو وقت کشی که میچید همه خودشون میکشتن همه کار پشیمانی داره همه کار روش گرفتن آسانه لیکن طاقت کردن در زندگی در همه باره طاقت کردنشون در کار مقامات چیکار کنن باید برای که دخترها و زنها اگه مقامات باید یک دستگیری کنه که فهمایش از طرف کلانو میشه وقتی پدر و مادر که زندگی همین فرزند که فهمان و انشالله فرزند با خودش فهمایش دیگه میشه وقتی که نفهمون برای دیگه چی رفت این در عشق پول و مال رفت این زندگی نیست شان مجبور میشن از طرف مثال نورسویی نو تینجی ممکن زورشون میگه که بسیار اور از خانوندن در کار پشوندن در کار مثال برای همین مجبور میشوند که خیلی به همین کارو دست بزنن. چی راههایی هست که همین زنهای از این راه برگردونند؟ همین مثال اگه اینمی کارگرای همون قشلاق دعوت میکنی که مثال من اینم زندگی و از بینه یا جا کار تامینم کنه یا خیلی مثال یا جا دا بمونیم از زندگی من پیش ببرم دوزنده یا پزنده یا مثال این دو یک رهروکای مثال مراجعت کنیده برای هم کلونی قشلاق. بیننده های عزیز اگر شما هم گفتنی یا پیشنهادی دارید زیر این نوار در یوتیوب و شبکه های دیگر اجتماعی بنویسید. برای فعالیت مجلس ملی پالاتای بالای پارلمانی تاجیکستان در سال 2024 5 میلیون سومونی معادل 456 هزار دلار جدا کردند. با نوشته صدای مردم نشریه رسمی پارلمان از این حساب تقریبا 2.5 میلیون سومونی آن خرج معاش و انداز خواهد شد. مجلس ملی 33 عضو دارد و رئیسش رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت امامعلی رحمان است. در همین حال خرج امسال مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان را ننوشتند. در سال 2023 برای فعالیت وکیلان بیش از 27 میلیون سومونی جدا شده بود. بعضی از ساکنان و نمایندگان مخالفان همواره کار پارلمانی تاجیکستان را تنقید میکنند. آنها میگویند وکیلان بدون بحث طرحهای پیشنهادی حکومت را پذیرفته به شرکت‌های با اصطلاح خودی امتیاز میدهند و در برابر مشکلات مردم در داخل و خارج خاموش هستند. وکیلان برعکس نقش خود را در قبول قانون‌های به گفته‌شان مهم و تغییر زندگی مردم برجسته می‌دانند. بخش یک روزی تاریخ را می‌بینیم که همکاری ما خیرمان بخازاده تقدیم می‌کند مهمترین تحولات تاریخی دومی انور. دوم январи соли 1925 бо қарори кумитаи марказии ҳизби коммунистии СССР дар ҳайати тоҷикистон вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон таъсис шуд. ин вилоят ки беш аз 40% ҳудудҳои тоҷикистонро дар бар мегирад беш аз 200 000 аҳолӣ дорад ва аксар сокинонаш пайрави мазҳаби исмоилия ҳастанд. кӯҳҳои осмонбӯси помири шарқӣ аз ҷумла қуллаи исмоили сомонӣ макони маъруфи туристӣ ба ҳисоб мераванд, вале вазъи иқтисодию иҷтимоӣ, камбуди ҷойи кор ва ҳам саркӯби озодиҳои сиёсӣ аз ҷониби душанбе баъди солҳои 2010 боиси сар задани буҳронҳо мешавад. аз 2 январи соли 2008 бо қарори вилояти суғди тоҷикистон калимаи ленинобод дар исми се нашрияи ҳукуматии ин минтақа бо вожаи суғдӣ вазъ карда шуд. нашрияҳое ки бо се забон тоҷикӣ, узбекӣ ва русӣ бо номҳои ҳақиқати ленинобод, ленинобадская правда ва ленинобод ҳақиқатӣ ба таб мерасиданд, номҳои ҳақиқати суғд, сагдийская правда ва суғд ҳақиқатиро гирифтанд. 2 январи соли 1942 зодрӯзи нуқра раҳмат ва ҳунарманди халқии тоҷикистон аст. овозхони собиқадори ансамбли шашмақом бо иҷрои таронаҳои мардумӣ бисёр маъруф гардид. яке аз аввалин ҳунармандони зан аз тоҷикистон аст ки аз поёни солҳои 1950 бо ҳунармандони афғонистон ҳамкории наздики касбӣ барпо кард ва таронаҳои рафтем аз ин боғ биё то гул барафшонем алло нор дона надорад аз ҳосили ҳамон солҳо мебошад.
имрӯз 1000 рубл ба 121 сомонию 70 дирам баробар аст. Бар асоси хурби таъин кардаи Бонки миллии Тоҷикистон $100 амрикоӣ ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1200 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, сипос аз шумо ки барномаро тамошо кардед ва то ин лаҳзаҳо бо мо будед. навиштани назару пешниҳоди худро фаромӯш накунед. То фардо дар ҳамин барнома худо нигаҳдор.